اسکندرов، سعیدov، عبداللهجانov، تمام ریاست، تمام کارهای داخلی، این همه میدونید که در همونجا قوه هست. و وقتی که مصلحت کردیم که ما بیاییم و یک لناباد و یک فکر و ملاحظه ولایت لناباد گیریم، ما این طرف آمدیم. پگاش و بعد از همین حادثه علاکه اونجا به 18 تا ماشین کمزه در همون شتابا و نام تورایف بنویسیدن که تورایف 18 تا کمزه گرام برفت بور از دوشنبه. هزار خیل اکن این چرکینه معموشگم وقتی شما میگرم همه این چرکینه بور کردیم. یعنی من اینو فقط برای از یعنی درد دل خدا گفتگوام نه، یعنی خونی ما به این چیز هست. ما باید از سر تا آخره فرزندهای خدا ما را کشته ایستاده ایم. با دسیسه، با حرامکاری ها، با تهمت ما فرزندهای روشنفکری در حقیقت صادق ملت نیست کرده ایستاده ایم. از سر تا آخره کجا میریم؟ آخرش چی میشه؟ ما آخر نداریم. من از سر میگفتم که ما خود را ملت حساب کردن نمیتوانیم. ما محلچی، ما محلگرا، ما حال ما ملت شدگامونه. بدبختی ما همین، چون که ما ملت درک نمیکنیم. وقتی که منصب رسید در ما جدا میکنیم از آن خود از آن بیگانه. انا بدبختی ما در کجاست؟ برای همین هیچ کس من ریاست شورای عالی برفتن دیگرش میبیاد، لیکن هر یک ما گجانه باشیم. ما بریگادیر می، ما کدام وظیفه صنف کارگر می، لیکن ما باید حتما همه جان کنیم که ملت یک کره توانیم جدا نکنیم از یک دیگر. در همان صورت این جنگ هم ادامه دادن ممکن است. من 2 ماه پیش گفته بودم که دولت تاجیکستان وجود ندارد و حالا هم وجود ندارد، لیکن اکنون مسئله یکتا. ما از نو گنداشته گرفته بنیاد کرده میتوانیم یا نه؟ مسئله در همین ایستاده. ملت را از این تماما نیست شدن داشته میتوانیم یا نه؟ این سوال ها به ما باید امروز جواب دیم. برای همین من خیلی گفتم همچون دیپوتات، انا از دیپوتاتی برویم همچون یک سیاستمدار، همچون یک کارکنی آدمی، ما تیار تا آخرت، تا این جنگ تمام نشود، تا دولت تاجیکستان را در حقیقت بنیاد نکنیم، ما هیچ کس حقوق نداریم که خود را به کنار گیریم. برای همین باوری کامل دارم که این سیاسی که میشد این ممکن باشد آخرین، لیکن این سیاسی اکنون همین مسئله میماند. ما میتوانیم ملت را بنیاد کنیم، ما میتوانیم دولت را بنیاد کنیم. همین مسئله ما این سیاسی به حل نکنیم، از همینجا اگر برآمده براییم حل نکنیم، تاجیکستان دستهای دیگرها باید حتما تقسیم شود. ما حقوق نداریم دولت داری با. بعضی ها سوال میکنن که برای چی 1000 سال ما دولت نداشتیم؟ برای اینکه به فکر من این 1000 سال ما یکدیگر را کشتن و یکدیگر را نابود کردن که آواره بودیم، یعنی ما دولت ساختن نمیتوانستیم. اکنون فکر کنید حاضر ما میتوانیم یا نه؟ آن منصب پرستانی که حاضر قپیده میشینند لیکن لیاقت ندارند، میبخشید خیانت نکنید ملت به. طوریفه به نگاه کرده پاچیک دراز کردن در کار تمانی برا. اگر نفس کتی برای من چند مرتبه گفتم 1000 لعنت تو بر. برای همین باز یک بار دیگه درک کنید، باوری کامل دارم ما همین قوه پیدا میکنیم، همین خردمندی خود را بیدار میکنیم، همین ملت میسازیم، همین دولت میسازیم. تشکر.